این روزا همه دارن درباره عشق ابدی صحبت میکنن. مهم نیست با این دیتینگ شوها موافق باشی یا نه، چون قطعاً حداقل یه بار دربارش با یکی صحبت کردی یا زیر یه پست یا توییت کامنت گذاشتی. شاید فکر کنی پشت این سبک برنامه‌ها یه تیم مارکتینگ خیلی قوی نشسته و کلی خرج تبلیغات کرده. درستم فکر میکنی؟ چون اول کار معمولاً همینه. تیم مارکتینگ اول به یه سری پیجای فالوور بالا توی توییتر یا اینستاگرام تبلیغ میده که اسم برنامه بیفته سر زبونا. و البته وجود یه چهره معروف مثل پرستو صالحی هم خودش اهرام کوچیکی نیست. ولی واقعیت اینه که هسته اصلی بازاریابی این نوع برنامه‌ها خود مردم یا همون بازاریابی دهان به دهانه. این خود مردمن که برنامه رو میبینن، دربارش حرف میزنن و از هر قسمت تولید محتوا میکنن، از میم درست کردن گرفته تا حتی فحش و دعواهای توییتری. چون این دیتینگ شوها بازتابی از روابط واقعی، یا حداقل به عنوان بیننده اینطوری فکر میکنیم. وقتی مخاطب با شرکت کننده ها همزاد پنداری کنه، ناخودآگاه حرصش از یکی از شخصیت‌ها در بیاد، هیجان زده بشه یا حتی بخنده، ناخودآگاه شروع میکنه به تولید محتوا. مثلا یکی میگه وای نگار خیلی خودشیفته است، یا اون یکی میگه امیرحسین مانیپیولیتر و بازی روانی رو میندازه. پس اگه این برنامه بتونه فقط یک لحظه وایرال شدنی رو توی هر قسمت بذاره، کار تمومه. بقیه‌شو مردم میبرن جلو. برای همینه که حتی اگه از این برنامه خوشت نیاد، باز هم دربارش حرف میزنی. و این دقیقاً همون چیزیه که مارکتینگ مدرن دنبالشه. وایرال شدن نه به زور تبلیغات، بلکه با جریان مخاطب. پس برای همینه که